درود به همگی، خیلی خوش اومدیم به ویدیو دیگه از کانال جیم بولند. چی؟ Welcome now to Jimboland. توی این ویدیو قراره که خفن‌ترین و جذاب‌ترین بازی‌ها رو داشته باشیم. بازی محبوب کاستی و راستی. قوانین این بازی خیلی ساده است. یا جواب بده یا بخورش. اینو میگم. عرق زنیان. بریم که بازی رو شروع کنیم. ما یه سری سوال آماده کردیم، سوالای چالشی و سوالای جواب دادنی که از بچه‌ها قراره بپرسیم. آقا ابوالفضل، آقا امیر اگر جواب ندادن که به قول امیر بیا بخورش. سوال اولو با ابوالفضل شروع می‌کنیم با یکی از سوالای چالشی. صدای یک حیوان رو 20 ثانیه تقلید کن یا یک شات عرق کاستی یه بزن. شات بریز مگه ما باقه وشیم اینجا. راستیه از اونجایی که عرق کاستی خیلی واقعا سوسول بازیه، عرق زنیان براتون آوردیم. نخوردم ولی میگم بده. سلامتیش بگم یا نه؟ بگو دیگه. مگه سلامتی ننم که کوچیکش منم. سیاسی بیدش کن میکشد یا سلامت الله. برو بالا. بدترین سوتی که دادی چی بوده؟ سلامتی اینقدر بد ساقی. بوده؟ نه بابا داداش در پشت سره داره بخنده. داداش ارسی و سمیر. سوال از خودم، اسم 10 تا کشور رو تو 15 ثانیه بگو، اگه نتونستی کاستی بزن. 15 ثانیه وقت آماده کردیم اینجا. 3 2 1. پرتغال، مراکش، اسپانیا، انگلیس، کنگو، ایتالیا، نروژ، مصر، عراق، عربستان، قطر. تموم شد. 10 تا. به خوشتنه تایید کرد. اطلاعات عمومی تکمیل. پس یه شات بزن. نه دیگه نه. خب افتاد. سوال بعدی با ابوالفضل شروع میکنیم. نه دیگه اصلا میام. یک سوال جواب دادنی. نه این بستار بعدی. تا حالا از اکانت فیک استفاده کردی؟ دست خوش زیاد. برای پسر چی؟ بوده رفته برای چی کاری؟ بره پول بگیری. خب پولم گرفتی تا حالا؟ پسر بعد بزنی. خب زدی تا حالا؟ ها زیاد 1 تومن 2 تومن. فکر نکنه. موجودی بیرون. سوال بعدی جواب دادنی نیست. 3 2 1 میگیم، هر کی بیشتر رأی آورد 2 شات کاستی میزنه. 3 2 1 میگیم، تو نشون ده کسی که میخوای کاستی بزنه. 3 2 1. کار ندارن. ما از این ویدیو برو. مفیده برات زنیان. 2 آتیشه. یاره خیلی سری باش. خیلی بده. دیوان بزرگش کن پسر خوب. به جا بوشتنه داره مخنده. همین یه سلامتی بود. سلامتی هایده ولی چه فایده. بس میدونیم براش دیگه گناه داره. پشت سر دست. بری برای سوال بعدی. چقدر نگو. اما نپرس. از آقا امیر. کدوم یکی از این جمع اصلا پر رفتره بین ما سه تا؟ نمی. نمی چیه؟ نمی. معلوم بخواب اصلا سوال پرسیدن نداره. ما تو سوال از خودم. بین همه افراد این جمع از قیافه‌ای که کمتر خوشت میاد. دست خوش واقعا ما معرفتون بالای یه شات بده برای این بالا. فروش میخواه بکنه. جواب بدی بگو برارم علی. اوف چه تنده. گفتم خیلی بده یه ما 2 تا شات. آی چقدر تنده. آقا کاتش کن. ما جواب میدم. بشین. نمیخوام چیز. ما بقیه رو جواب میدم. بشین. خیلی بده. سوال بعدی از ابوالفضل. خیلی تنده. او دیگه. بکیده من خیلی خوشگلم ولی نه. آخرین سرچ گوگلت. بده ماموره. مگه چی بود؟ چیز آه بدی راستی نبوده. چیز رفته. ما چیز بدی نه سرچ نکردم. قبل ویدیو ما شکیرا ایدانه سرچ کردم ولی الان بخور.
خب حالا نگاه کن. از این به بعد دیگه ما کلا همه رو جواب میدم. خیلی تنده، خیلی تنده. سوال از امیر. سوال از امیر. اگه مجبور باشی یکی از رفیقات مبتد یک ماه بلاک کنی اون کیه؟ امیر شفیعی. ما دلم نمیازی بخورم. مار بگو برات. مار بگو. مار. رفاقت ارزش داره. بگو ما رو بگو. بزن تو نخور. بزن. تو نخور. جا شده بزن قدش. تو نخوری اول پزه بگو. پیکار بهش ریختی. خورد. دمش گرم آجی. به نازم مستعمیر. سلامتی پشتانه. همه جام خالی رفت. حاضری کاسنی بخوری یا نخوری ولی دیگه داداش تو نبینی بریز. تنده ولی خب داداش اصلا یه شیر خاله ولی بندری یعنی نمیشه مشکل منی بنده جون منی لا 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 ما مشهدی آجی چیه دقیقا؟ خیلی تنده، عرق میوردی از این بهتر بود. خیلی تنده. برای دفعه بعدی اه. می‌خواستم ویسکی میبرم بخوره. دست خوش بزن نخورده تا حالا خب. اه. حاضری همه عکسای گالری پخش میشه کاسه؟ ها حاضرم امیالم بیار نشون بده. بیار چند تاشو بیار بره دورو نشون ده. چی بعدم تو تنده. یا نشون ده یا کاسنی بخور. عکس هم چیز یا خودت. بیار هم صفحه اصلی گالری تو نشون ده یا بخور. واسه نه بذار بشه. چون ما نجارم از کارو میرم. نه دیگه نه رد نکن اولش. نه چی فرق بیار نشون ده. نگاه کار اول خودم زدم. برای ثبت سفارش عدد 1 را به همین ویدیو چیز کنن. دایرکت کنن. کامنت. تموم شدن. سوال از امیر. به یکی از مخاطبات زنگ بزن و بگو باید یه چیزی بهت بگم بعد قطع کن. نه به یکی از مخاطبات همین الان زنگ بزن ورداش بگو ما باید بهت یه چیزی رو بگم بعد قطع کن. بعد بگو من بطمنم. بعد قطع کن بذار رو بلندگو. کی زنگ زد؟ خب دیگه مخاطب واقعا باید بپذیریم. خب بگو. الو. سلام. باید یه چیزی رو بهت بگم. خب سوال از خودم. ما بودیم آفرین. ادای یکی از افراد حاضر رو در بیار تا بقیه حدس بزنن اون کیه. دست باش. بریم به قهوه فروشی بزنیم. کافه امیر خوش اومدید. او امیره صد امیره امیر. بعدی بریم موتور بخریم. بعدی فردا بریم چیز بگیره. یک آهنگ رو فقط با دهن بدون کلمه اجرا کن تا بقیه حدس بزنن اوکی. دیگه بهترین و معروفترینش نفس چی میگه حرف نزن. نه دیگه ولی خب میشه بگو. گستاخه اوکی حدس نمیکیه. شما گنگه. گیم آف ترونز. دنریس. دنریس. سوال از امیر. یک جمله عاشقانه بی دیوار یا صندلی بگو انگار طرف مقابل به ما بگو. تو بیا به عرق کاسنی که دوستش داری بگو. اینو بده امیر ما بگم. یک جمله عاشقانه بهش بگو بعدش ما میگم. شب بیا خانمان. نه کاسو بلند نیستی. بده ما بده ما. نبود. جون عزیزم عشق منی عزیزم جون بخورمت. بخورش بگیر. بلد نیستی امیر کارا رو. امیر باید یاد بگیری امیر. سوال از خودم. اسم 3 تا کشور رو برعکس بگو اگه نتونستی کاسیم خور. 3 تا کشور برعکس. اولیش که قطر. رتق. بنگ افغانستان بگو. ناریا. درسته ناریا میشه ایران دیگه. ناریا قطر. نه رتق. نه دیگه رتق دیگه. رتق ناریا دیگه. نه افغانستان سخته دیگه. شیرخانه علی. نه واسه خیلی کشور عراق. نه اصلا
ایران. ایتالیا. تا 30 ثانیه امیر فیس تو فیس میشه باد. اگه خندیدی بعد 2 شات درخ کاستی بخوری. واسه امیر. وایسا. واسه امیر. وای. 3 2 1 برو. چالنج بین دوتا قوی افجنگی. 20 ثانیه مونده. امیر سعی کن، امیر تلاش کن، بعد 2 تا کاستی میخوره امیر. بکن به پرش. امیر بخنده. 25 ثانیه. چون تو تایم 26 ثانیه خندید. 2 تا بریز. 2 تا بریز. یکی دیگه 2 نصفه تا بود. نوشتن 2 تا. با نسبت بود دیگه. تازه 1 دقیقه کردم 30 ثانیه. 2 تا بریز. بیا 1 دانه کامل بخور بس. بس آقا خیلی بده. خیلی بده. خیلی بده. من نمیتونم. من نمیتونم. یادم زنگ. از یک سال جنجالی اگه یه روز نامری بشی چیکار میکنی؟ اصلا اگه یه روز نامری بشم مرام مرن بده. یعنی شما چقدر مغز مرام بانک بزنم. اسکول همو اول گفتیم. تمومه دیگه، گفتم دیگه، پس چی میگی؟ تا 30 ثانیه با لهجه دلخواه حرف بزن یا کاسه بخور. لهجه شاندیزی شاندیزی. میخوام براتون صحبت کنم. میدونی من چون مترجمم. میامدی بخنه هموش کاسنی رو بده پسر جان. چای خوردم. برو برکم 30 ثانیه. داشتم میگفتم پسر جان. خاک بر سرت بچریده. امیر اگه اگه من یکم بلد نبودم، بعد یکم چیزی حرف زدم. شل و پا شکسته، ببخشید، دست پا اصلا شکسته. شاندیزی ها. بله معذرت. سارا از امیر اگر مجبور باشه یکی از ما را از کانال حذف کنی اون کیه؟ ما رو بگو شات نخور. بخور که ما رو بگو مانده شات نخور. بخور و بعد تموم شه. پول بدم. ما برای خودم کم میدیم چون صاحبی. اصلا خب سال آخرم که از سوال خودم بپرسم، سوال جنجالی. اگه 4 پایه بودی دوست داشتی خونه کدوم سلبریتی بشی؟ ما دوست داشتم خانه اما واتسون باشم، از بغل همینجوری اما واتسون رو تماشا کنم. دست. مرسی واقعا. ما دوست مرسی واقعا. داشتیم توی شیرخواه از اونجایی که اما واتسون خودش رو 4 پایه نمیره، پس ما دوست داشتم فقط از کنار چشمام بغلایه، چشمام بالا نیست، عقلتان کار بندازه. تو مرسی. بلد نیستی. مرسی. بذار ما بگم. ما دوست داشتم تو شیرخانه علی میشدم، اینجوری 4 پا میشدم، عین مشی یا علی میامد روم مشست بلند میشد. سوال از ابوالفضل. الو مامان. بچه رو گاز الان میام. خداحافظ. بچه رو گازه؟ بچه چی رو گازه؟ از اونجایی که ابوالفضل رفت بچه رو گاز بود، ما هم ویدیو رو تموم میکنیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ما رو لایک و فالو نکنید. سابسکرایب یادتون نره. کامنت های برترم پین میشه این بار برای اولین بار در تاریخ جیمبولند. تا ویدیوی بعدی هر کی هم رو من کراش بود بگین شماره‌مو میدم بهتون. بدرود.